کمالگرایی همیشه خوب نیست. بعضی وقتها قاتل فرصت هست. در این قسمت 2 ابزار علمی که کمالگرایی را میسنجند را ساده میکنم. پرسشنامه فراست، پرسشنامه حیویت و فلت. پرسشنامه فراست 6 بعد اصلی دارد: نگرانی از اشتباه، استانداردهای شخصی بالا، تردید درباره عملکرد، نظم افراطی، انتظارات والدین و انتقادات والدین. این ابعاد در زندگی روزمره چگونه دیده میشوند؟ به نمونه ها نگاه کنید. حالا پرسشنامه حیویت و فلت 3 حوزه مهم را میسنجد: کمالگرایی خودمدار، دیگرمدار و جامعه همدار. فرد کمالگرایی سازگار با ناسازگار این است: یکی رشد می‌آورد، دیگری ترس و تعلل. اگر می‌خواهی شروع کنی، معیار به اندازه کافی خوب را همینجا تعریف کن و یک اشتباه کوچک عمدن انجام بده تا ذهنت آموزش ببیند. این بخش را مفصل‌تر در قسمت بعد بررسی می‌کنیم. صفحه‌هام را دنبال کن تا هفته بعد با درمان‌های عملی کبد و اک ادامه دهیم.